اما دیگر امیدی مانده برای ماندن. اعتبارهای این خاک کجا رفتند؟ کجا رفت آن کوروش دادگر؟ کجا رفت گنبوجی نامبر؟ حتی اگر روزی از سر تا پای خود را بخشیدی وطن فروش شدی، مشکلی نیست، اما هیچگاه یک ذره از این خاک را به بیگانه نبخش تا وطن فروش نشوید. ببخشید آنچه می‌خواهید از سر تا به پا، اما نبخشید از سر وادادگی ملک شهیدان را.